ویدیو میخوایم راجع به پلتفرم ترانسفروایز و اینی که این پلتفرم چه قابلیت‌هایی به شما میده و چه مزیت‌هایی برای مشتریاش داره صحبت بکنیم و اینکه چجوری شما میتونین از این پلتفرم استفاده کنین برای بهتر کردن و راحت‌تر کردن کسب و کارهای آنلاینی اگر دارین. این پلتفرم اومده کارهای تمامی مزیت‌های پیپال رو از نظر امنیت و سکیوریتی ترانزکشن با تمامی مزیت‌های یک بانک لوکال قاطی کرده، به این منظور که مثلا شما حساب بانکی لوکال دارین و یک کارت بانکی لوکال از اون محل زندگیتون دریافت میکنین و اینو در قالب یک پکیج به مشتریاش و یوزرها ارائه میده. سیستم اینجوریه که شما وقتی توی پلتفرم ثبت نام میکنین و حالا مراحل آیدنتیتی وریفیکیشن رو انجام میدین، میتونین درخواست بکنین که یه دونه از این ویزا کارت ها واسهتون بفرستن که این در وهله اول همونطور که گفتم مثل یک کریدیت کارت معمولی ولی قابلیت خیلی بیشتری بهتون میده. بعد از اینکه ثبت نام کردین شما میتونین به ارزهای مختلف توی پلتفرم حساب واسه خودتون باز بکنین فقط با چند تا کلیک، حالا نشون میدم بعدا روی صفحه بهتون. و وقتی که این حساب ها رو باز میکنین شما در اصل یه شماره حساب بانکی لوکال توی اون کشوری که این ارز مرجعش هست دریافت میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما ممکنه توی انگلیس باشین ولی یه حساب بانکی مثلا یه حساب فرانک که باز بکنین، فرانک سوئیس، یه شماره حساب بانکی لوکال داخل سوئیس بهتون میده و این مزیت رو داره که شما وقتی میخواین مثلا از انگلیس یه پولی بفرستین به سوئیس برای یه نفر یا برای یک شرکتی خریدی میخواین انجام بدین، با پیپال اینه که شما باید پول رو از حساب بانکیتون بریزین به پیپالتون، یا حالا مثلا پیپال اگر وصل باشه به حساب بانکیتون باید وارد پیپال بشین، پول رو بزنین به پیپال دریافت کننده و وقتی طرف پول رو دریافت کرد پول رو از پیپالش برداره بریزه تو حساب بانکیش. و این خودش چندین مرحله داره که هر کدوم از این مرحله ها یه سری ترانزکشن فی دارن، به صرفه نیست و چندین روزم طول میکشه. ترانسفروایز این قابلیت رو شما میده که شما مثلا پول رو به یک کشور دیگه میخواین بفرستین با یه ارز دیگه، اکانتتون رو شارژ میکنین و پول رو داخل خود پلتفرم با ریت های خیلی خیلی بهتر از بانک ها یا صرافی ها تبدیل میکنین به اون ارزی که میخواین بفرستین و از اون حساب بانکی که به اون ارز باز کردین، یعنی مثلا شما میخواین فرانک سوئیس بفرستین، یه حساب بانکی فرانک باز میکنین توی پلتفرم و پولی که مثلا با پوند ریختین رو تبدیل میکنین به فرانک و مستقیم به حساب دریافت کننده فرانک میزنین و اینجوری هزینه‌های ترانزکشن هم برای شما خیلی کمتر میشه، همینی که پول مستقیم میره توی حساب لوکال خود دریافت کننده میشینه و دیگه لازم نیست اون بعد از دریافت پول از طریق واسطه کاری انجام بده و یک ضرب پول رو دریافت میکنه. مزیت بعدی که ترانسفروایز بهتون میده اینه که شما میتونید از این کارت، از این کریدیت کارتی که واسهتون میفرستن، به عنوان یک کارت بانکی لوکال توی هر کشوری که میرین استفاده بکنید. چجوری؟ یعنی مثلا با یه مثال توضیح بدم، ما پارسال کرواسی بودیم خودمون و اونجا با اینکه جزء اتحادیه اروپا است واحد پولشون یورو نیست، گلاب به روتون روم به دیوار، واحد پولشون کوناه. و ما اگر میخواستیم مثلا با کارت بانکی خودمون، میشه خب مثلا اونجا رفت زد توی دستگاه و پول اونا رو دریافت کرد، ولی ریت های بانک خیلی گرون بودن و اگر میخواستیم مثلا صرافی هم تبدیل بکنیم، ارزون ترین اکسچنج ریتی که پیدا کردیم 1 یورو معادل 6.2 کونا بود حدوداً، ولی از طریق ترانسفروایز ما تونستیم مثلا خود ترانسفروایز ریتی که میداد 7.1 بود به ازای هر 1 یورو. کاری که میکردیم چجوری بود؟ این بود که ما اکانت ترانسفروایزمون رو حالا با حساب بانکی اتریش یا مثلا کریدیت کارت دیگه شارژ میکنی و خب این اینستنت هست، بلافاصله میشینه توی اکانت ترانسفروایزتون و اونجا میتونین پول رو تبدیل بکنین به ارزی که میخواین توی خود پلتفرم با موبایل و با استفاده از این کارت هر بانکی که برین توی کشوری که هستین به عنوان یک کارت لوکال، به عنوان مثلا یه بانک کروات، مثلا یه بانک تو کرواسی هست عمل میکنه و شما میتونید مستقیم پول نقد از تمامی بانکومات ها، ATM های اون کشور در بیارین بدون اینکه دیگه لازم باشه کارمزدی بدین. اگر مثلا ما می‌خواستیم بریم با
ATM خودمون با کارت ATM خودمون از یه بانک کروات پول در بیاریم، خب خیلی اکسچنج ریت بانک بیشتر میشد، باید چیزی که بانک میداد رو قبول میکردیم و اینی که به ازای هر یک بار در آوردن هم یک کامیشن و یک ترانزکشن فی بانک باز میگرفت و در کل پروسه خیلی گرونتر در میومد نسبت به قابلیتی که ترانسفر وایز داره. قابلیت بعدی که داره اینه که شما اگر مثلا ای کامرس کار میکنین توی چند تا مارکت پلیس مختلف و جنساتون رو به ارزهای مختلف میفروشین، مثلا تو انگلیس به پوند میفروشین، تو حالا بقیه کشورهای اروپا به یورو، تو آمریکا دارین میفروشین به دلار و کشورهای دیگه، میتونین توی اون مارکت پلیسی که هستین، همونطور که گفتم خیلی راحت میشه حساب با ارزهای مختلف باز کرد و میتونین توی اون مارکت پلیس مثلا آمریکاتون حساب دلاریتون رو بدین، توی مارکت پلیس انگلیستون حساب پوند و واسه بقیه کشورهای اروپا حساب یورویتون و اینجوری مستقیم پولها بدون این که مجبور باشین از اکسچنج ریتی که خود پلتفرم میده، یا اگر اکسچنج ریتی که اگر مثلا پیپالتون رو وصل کرده باشین، اکسچنج ریت پیپال یا حساب بانکیتون، پولها رو مستقیم دقیقا همون مبلغی که فروختین بدون کارمزد دریافت کنین داخل ترانسفر وایز و اونجا از ترانسفر وایز همه پولها رو تبدیل بکنین، همه مبالغ رو تبدیل بکنین به ارزی که میخواین، ارز لوکال خودتون هست و اونجا برین ببخشید اونجا برین بانکی که یه بانک همون محلی خودتون و با این کار پولا رو در بیارین، یا اینکه میتونین پولها که تبدیل شدن به ارز رایج کشورتون اونجا مستقیم بزنش به حساب بانکی خودتون و دیگه ترانزکشن فی هم نخواهد داشت. خب ما الان رو صفحه اصلی ترانسفر وایز هستیم. همونطور که میبینیم اسمش تو چند وقت گذشته تبدیل شده به وایز، ولی خب همون ترانسفر وایز سابق هست، تازگی اسمش عوض شده. اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیایم اینجا رجیستر بکنیم. همونطور که میبینیم هم میتونید به عنوان یک بیزنس خودتون رجیستر بکنین یا اینکه پرسونال اکانت بسازین. مراحل رجیستریشن رو که انجام دادین شما یک آیدی کارت باید آپلود بکنین بعد از اینکه مراحل اولیه رو رفتین و ظرف 24 ساعت پروسه آیدنتیتی وریفیکیشن انجام میشه و اکانتتون باز میشه. بعد از اینکه اکانتتون باز شد و لاگین کردین وارد این بخش میشین که در از صفحه اصلی خود پلتفرم هست. همونطور که این بغل میبینیم مثلا من الان اینجا تو اکانت شخصیم 5 تا حساب دارم که اگر بخوایم مثلا میتونیم یه بالانس جدید هم اضافه بکنیم، یه حساب جدید. وقتی بخوایم اضافه بکنیم بعد بیایم اینجا اوپن نیو اکانت رو بزنیم، ارزی که میخوایم توش حساب رو باز بکنیم انتخاب میکنیم، مثلا بزنیم دلار استرالیا و کانفirm میکنیم، بلافاصله اکانت رو برامون باز میکنه. بعد از اینکه اکانت واسهتون باز شد، اون کارنسی که خواستین باز کردین، وارد صفحهش میشین و میزنین get account details و همونطور که میبینیم بلافاصله اینجا یک شماره حساب استرالیایی داخلی به همون میده که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای ترانزکشن های داخل استرالیا. شما وقتی بخواین کارت رو درخواست بکنین میان اینجا، خب مثلا من کارت رو الان دارم، میان تو بخش کارت و اینجا میتونین درخواست کارت بدین، آدرستون رو دوباره تایید بکنین و کارت ظرف 1 هفته تا 10 روز به آدرستون فرستاده میشه. همینطوری اگر کارتتون رو یه زمانی گم بکنین یا مثلا پینش یادتون بره، چه از داخل پلتفرم چه اپ ترانسفر وایز میتونین وارد این بخش بشین و بزنین که کارت گم شده مثلا فریزش بکن یا اینکه پینش رو دوباره بهتون نشون بده. همچنین میتونین مثلا کارت رو ریپلیس بکنین اگر تاریخش داره تموم بشه، مثلا کارت من تا هفته 2022 اعتبار داره و بعدش میتونید مثلا درخواست ریپلیسمنت بدین و اینجور چیزها. انتقال پول چیه؟ مثلا شما میخواین دلار بفرستین، دو روش داره. یا اینی که مستقیم میرین تو حساب دلاریتون و اینجا اد میکنین، میرین اد رو میزنین و میگین که چند دلار میخواین و کارنسی که داریم باهاش اضافه میکنین هم میگین. یعنی مثلا ما داخل اتریش هستیم میزنیم یورو و میگیم که مثلا 10 دلار میخوایم بفرستیم، میبینیم که 8.35 یورو میشه. کانورژن ریت رو بهمون نشون میده 1.2 هست که این ریت رو گارانتی میکنه که 92 ساعت آینده ما اگر بخوایم پولی انتقال بدیم با این ریت واسمون انتقال میده. ما 8.35 یورو میزنیم و همونطور که میبینیم کلا 3 سنت پول میگیره برای انجام این کار و 10 دلار به حساب ما اضافه میشه. روش دوم اینه که شما برین اگر مثلا تو بالانس یورویتون پولی باشه، این رو میتونین کانورت بکنین به
دلار و مثلا به مثلا حالا انقدر یورو تو حساب هست، من میخوام بکنم به دلار، مثلا $100 میخوام و حالا من الان پول توی بلنسم کم هست، شما 83 و 58 صدم یورو لازم دارین که حالا اد بکنین به حسابتون که این رو تبدیل بکنه به دلار و همونطور که می‌بینید 34 سنت اینجا برای این تبدیل هزینه میگیره، فی میگیره. همونطور که می‌بینید خیلی پلتفرم کار باش راحته. حالا مثلا بخوایم اد بکنیم، میزنیم اد رو و میگیم که 10 یورو اضافه بکن و 10 یورو رو داریم 10 یورو میدیم. اینجا میتونید انتخاب بکنین که با کارت بانکیتون میخوایم بدین، کردیت کارت یا اپل پی، یا اینا حالا 4 سنت فی داره، فست ترانسفر هست بلا فاصله میشینه، یا اینی که از این روش هایی که حالا بسته به لوکیشنتون فرق میکنه میزنین که اینا فی ندارن ولی بلا فاصله نیستن. حالا مثلا موقع امتحان کردن میزنیم با اپل پی من بدم که رو کامپیوتر مستقیم بره و به همین راحتی 10 یورو 4 سنت گرفت که 10 یورو به بالانس کلیمون اضافه شد. بعد حالا مثلا بخوایم این پول رو تبدیل بکنیم به دلار، بعد حالا ما این پول رو بخوایم مثلا تبدیل بکنیم به دلار، این بالا کانورت رو میزنیم و میگیم که مثلا کل 10 یورو 37 سنتی که تو حساب هست رو تبدیل بکن به دلار که میشه 12 و 41 صدم دلار و 4 سنت کانورژن فی میگیره. یا اینی که میتونیم مستقیم الان مثلا یورو بفرستیم و وقتی میخواین یورو بفرستین هم میایین اینجا میگین که چقدر میخواین بفرستین، هزینه ترانزکشن رو بهتون نشون میده و اینی که گیرنده چقدر میگیره پول. کانتینیو رو میزنین و اینجا مشخص میکنه که حالا پول میخواین به حساب شخصی خودتون برسین یا کسی دیگه یا یه بیزینس هست. حساب شخصی خودتون که اطلاعات توش ذخیره شده بلافاصله انجام میده. اگر به کسی دیگه بخواین بفرستین اینجا آدرس ایمیلش رو وارد میکنین، اسمش رو وارد میکنین و اینی که حالا مثلا ما داخل اروپا هستیم دو تا آپشن نشون میده که اگه داخل اروپا باشین شماره ایبان به اصطلاح اینترنشنال بانک اکانت نامبر گیرنده رو وارد میکنین و پول از حساب شما منتقل میشه به حساب گیرنده و ظرف 2 تا 3 روز میشینه به حساب داخلیشون توی کشوری که هست. همونطور که میبینیم کار کردن با این پلتفرم اصلا سخت نیست، خیلی خودش گویاست، خیلی راحته، همه کاری میشه باهاش به راحتی انجام داد، همه ارزی میتونین شما انتقال بدین و الان مثلا این 10 یورو خورده‌ای که تو حساب من هست اگر با این کارت به هر ATM میبرم داخل وین، کارت رو میزنم و عین یک کارت داخلی وین عمل میکنه و بدون هیچ هزینه‌ای میتونم کل پول رو به صورت نقد در بیارم. و همونطور که تو ویدیو هم گفتم این خیلی به درد میخوره که وقتی شما تو مسافرت هستین و ارز اون کشور با ارز محل زندگیتون فرق میکنه، خیلی راحت میتونین اکانتتون شارژ بکنین و برین هر ATM تو اون کشور و پول نقد محلی همون کشور رو در بیارین. همونطور که دیدیم ترانسفر وایس خیلی میتونه تو مواقع مختلف به کارمون بیاد و همینطور میتونیم از طریق ترانسفر وایس خیلی جاها یه سری هزینه ها رو ندیم و صرفه جویی بکنیم و عملا هزینه بیخودی نکنیم. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه، خوشتون اومده باشه. اگر کسی رو میشناسین که ممکنه ترانسفر وایس به کارش بیاد حتما این ویدیو رو بهش نشون بدین، پیشنهاد بدین.